این سرور لایت فورج و هر روز عده زیادی از پی وی پی‌ها دور هم جمع میشن و با هم مبارزه میکنن و این منم آی کلاونی که داره مثل سگ تو پی وی پی میبازه. پس به همین خاطره که در عرض چند روز آینده باید داخل چند تا گیم مود پی وی پی بازیمو بهتر کنم. تانک، SMP و کریستال. گیم مود اول تانک، ساده ترین کیت پی وی پی که شامل یه سورد و آرموره. اگرچه گیم مود ساده‌ای به نظر میرسه ولی خب اهمیت خیلی بالایی داره چون که مفهوم کلی هیت سلکت، کمبو گرفتن و موومنت رو درگیر میکنه و باعث میشه که گیم سنس فرد به طور کلی بهبود پیدا کنه. بله. وقتی هدف اولم مشخص شد شروع کردم تمرین کردن. روز بعد روز، ساعت بعد ساعت. کلاً 2 روز طول کشید که روال کمبو گرفتن دستم بیاد. دو دقیقه اسنگیر بنده خدا. لک شد. میخواستم بک بزنم داداش. روال کار نسبتا آسون بود. وارد گیم می شدم، می بردم، می اومدم بیرون. همیشه خوب پیش می رفت. تا اینکه یه پیام برام اومد. سر سیلورز کیه؟ سر سیلورز مدیا منیجر لایت فورجده. از اسمش معلومه مدیا منیج میکنه. سر سیلورز در ادامه گفت که دارن سیزن 2 الدرز SMP. صبر کن، من اینو میشناسم. پشمام خیلی ویدیوش خفنه. کلاونی بعد مدتی ذوق مرگ شدن تصمیم گرفت که تمریناتشو بیشتر ادامه بده. فنبوی You like boys, don't you? دلقک.
کارت زشت آقا سفیر، کارت زشت. نه بردار، نه اصلا راه نداره والا به خدا. وقت گرم کردن دوستان، بالاخره باید تیر تست بشم. دشمن بخوام 10 دست با این بازی کنم، خود 10 دست رو میبازم. اوه نه، دو فوق من و دو فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 30. عالی بود مشتی، عالی بود. آقا من این تست رو تونستم بزنم، به من رنگ بالاتر بدید. به طور کلی در تیر لیست تست، اون تیری که میتونید دریافت کنید به 2 قسمت تقسیم میشه، های تیر و لو تیر، که بعد باخت 7 مچ و مارس شدن به من های تیر 5 رو دادن که پایین ترین تیریه که یه های تیر میتونه داشته باشه. ایول، که میتونم بگم ناعادلانه است. من خیلی تلاش کردم. خیلی ممنونم که باز توجه. بابا چی داری میگی؟ دوباره صبر کن. خیلی ممنونم از همگی که این ویدیو رو تماشا کرد. صبر کن، میکروفونم درست نیست. معذرت میخوام. خیلی ممنونم از همگی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که روز یا شب خوبی داشته باشید. فعلا